اخطار: قبل از تماشای این ویدیو به نکات زیر توجه فرمایید. 1. این ویدیو به دلیل بیان یک سری موضوعات علمی و نسبتاً ترسناک برای افراد زیر 15 سال توصیه نمی شود. 2. این پیج به عنوان پیجی علمی این موارد را رد یا تایید نمی کند و فقط به بیان نتیجه پژوهشات دانشمندان در این حوزه پرداخته است. اگر نکات بالا را پذیرفتید، در ادامه با ما همراه باشید. از آغاز حیات انسان از مرگ واهمه داشته و تا به حال هیچ وقت به طور کاملا دقیق نفهمیده است که بعد از مرگ چه اتفاقاتی میافتد. در این ویدیو است با ما همراه باشید تا شما را با 10 واقعیت تکان دهنده درباره مرگ آشنا سازیم. شماره 1. شنیدن در آن سوی قبر. هنگامی که انسان میمیرد، موتور تمام فعالیت‌هایش خاموش می‌شود و انسان به طور کامل خلع سلاح، بی‌حس و فلج می‌شود. دانشمندان می‌گویند که بعد از مرگ قدرت شنوایی ما آخرین حسی است که به راحتی از بین نمی‌رود. این نتیجه را دانشمندان با انجام آزمایش‌های متعدد به دست آوردند. بنابراین وقتی انسان می‌میرد تا مدت‌ها همچنان صداها را می‌شنود و این کاملاً یک واقعیت علمی است که همچنان دانشمندان به دنبال دلیل آن هستند. شماره 2. آلت تناسلی به شدت بزرگ می‌شود. بعد از مرگ آلت تناسلی تقریباً 5 برابر زمانی می شود که انسان زنده بوده است. در واقع بیضه ها به اندازه یک توپ متوسط می شود، اما این دلیل کاملاً علمی است و هیچ ربطی به خیلی از تخیلات ندارد. طبق نظریه دانشمندان وقتی انسان می میرد، قسمت‌هایی از بدن انسان که بیشترین میزان باکتری را دارد سریعتر و بیشتر باد می کند و از آنجا که بیشترین میزان باکتری های بدن در قسمت های تناسلی قرار دارد، این ناحیه از بدن سریع و به شدت باد می کند. شماره 3. بهترین روش برای مطمئن شدن از مرگ. حتی امروزه با پیشرفت غیر قابل باور علم پزشکی خیلی وقتا پیش می آید که تشخیص اینکه شخص مرده است یا زنده و بیهوش است و یا به کما رفته خیلی سخت و دشوار می شود. قدیمی ها روش های عجیبی داشتند و کارهای وحشتناکی مثل بریدن قسمتی از بدن و یا سوزاندن عضوی از بدن را انجام می دادند، ولی امروزه به این نتیجه رسیدن که بهترین و راحت ترین کار این است که زبان او را چند بار بکشید. اگر زنده باشد، با کشیدن زبانش شما می توانید عکس العمل را روی زبانش مشاهده کنید. شماره 4. معلق شدن ناخودآگاه در فضا. این قسمت ممکن است کمی غیر قابل باور به نظر برسد، اما آزمایشات علمی روی بدن انسان کاملا آن را ثابت کرده است که وقتی انسان میمیرد، مغز همچنان تا مدتی به فعالیت ادامه میدهد و ناخودآگاه هنوز تا مدتی بعد از مرگ بیدار است. امروزه با وجود پیشرفت تکنولوژی، عده خیلی کمی از انسانها را بعد از مرگ توانستند به زندگی برگردانند و به طرز شگفت‌آوری همه آنها اعلام کردند که آنها خودشان را از بالا تماشا می‌کردند. بنابراین پزشکان تصمیم گرفتند یک آزمایش کوچک انجام دهند. آنها عکس بزرگی روی بدن کسی که مرده بود گذاشتند، طوری که ادعای دیگر کسانی که بعد از مرگ زنده شده بودند باید توسط روح مرده از بالا دیده و ثابت میشد. در نهایت تعجب، وقتی آنها این افراد را به زندگی بازگرداندند، آنها دوباره عکسی را که روی بدنشان دیده بودند توضیح دادند. به نظر میرسد که دانشمندان همچنان راه طولانی برای کشف دنیای بعد از مرگ دارند. شماره 5. چه چیزی باعث مرگ می شود؟ برای مدت‌ها انسان‌ها نمی‌دانستند که چطور مراحل مختلف مرگ اتفاق می‌افتد. آیا این مغز است که فرمان می‌دهد که شخص بمیرد، یا کل بدن می‌فهمد که موقع مرگ است و خودش آرام می‌گیرد، و یا اینکه عامل خارجی دیگر جان انسان را می‌گیرد؟ بعد از سالها تحقیق و آزمایش دانشمندان متوجه شدند که مغز آغازگر مراحل مرگ است و
وقتی فرد در شرایط غیر قابل تحمل درد و یا نزدیک مرگ است، مغز هورمونی ترشح می کند که خودش را در حالت خواب و خاموشی می برد و رفته رفته تپش قلب آرام می شود و مصرف اکسیژن قطع می شود. به علت نرسیدن اکسیژن به بدن وارد مرحله بیدردی و فلج شدن می شود و اندامهای حیاتی با علت نبود اکسیژن و گردش خون از کار کردن باز می ایستد و آرام می گیرند. در نهایت آخرین عضو بدن که می میرد مغز است. شماره 6. چه زمان مغز زودتر از بقیه اندام ها می میرد؟ مغز احساس درد در هر قسمت بدن را حس می کند، اما نمی تواند هیچ گونه حسی به هر ضربه فیزیکی نسبت به خودش را نشان دهد. بنابراین اگر به هر دلیلی شخص با ضربه مغزش آسیب ببیند و بمیرد، به آن مرگ مغزی میگویند. از آنجا که مغز فرصت و مجالی نداشته تا فرمان تعطیل کردن بقیه قسمت‌های بدن را بدهد، همچنان بقیه ارگان‌ها سالم هستند و گردش خون و اکسیژن انجام می شود و بدن بدون مغز به فعالیت خودش ادامه می دهد. شماره 7. بعد از مرگ بدن خودش را می خورد. آیا تا به حال شنیده اید که آنزیم های درون شکم شما حتی از اسید هیدروکلوریک هم قوی تر است؟ قسمت جالب ماجرا این است که این آنزیم بعد از مرگ هم قدرتش را از دست نمی دهد. بله، شکم شما همچنان این آنزیم را بعد از مرگ ترشح می کند تا غذاهای داخل معده بعد از مرگ هضم شود. اما وقتی که دیگر هیچ غذایی برای هضم وجود ندارد، این آنزیم شروع به هضم بدن می کند. بنابراین شکم و بدن مرده اولین شام خودش بعد از مرگش می شود. شماره 8. وزن روح چقدر است؟ بیشتر انسان ها معتقدند که روح در بدن انسان وجود دارد. ما به دنبال ثابت کردن و یا نکردن این ماجرا نیستیم. چیز جالب این است که در سال 1907 دکتر ماساچوستس کشف کرد که به محض اینکه انسان میمیرد بدن 21 گرم وزن کم میکند. هیچ کس مطمئن نیست که آیا این وزن همان روح سرگردان است که بدن را ترک میکند و یا وزن آخرین تنفس انسان است. هنوز دانشمندان به هیچ نتیجه قطعی برای حل این مسئله نرسیدند. شماره 9. مغز نجات دهنده واقعی ماست. چیزی که واضح است این است که مرگ طبیعی دردناک نیست، اما مرگ های ناشی از جراحت و تصادف و زخم به قدری دردناک است که اگر مغز دخالت نکند، مجروح آنقدر درد دارد که هر لحظه آرزوی مرگ می کند. کاری که مغز می کند این است که در این شرایط ماده شیمیایی به نام دیمیتیل تریپتامین آزاد می کند، چیزی که شبیه مواد توهمزاست. هنگامی که این ماده وارد خون می شود، بدن به حالت خلسه کامل می رود و در این حالت دیگر نه احساس هوشیاری دارد و نه دردی حس می کند. هیچ کس نمی داند که مغز چه زمانی این دارو را کاملا آزاد می کند، اما هر وقت این کار را بکند انسان کاملا مرده است. شماره 10. مرگ چقدر آلودگی ایجاد می کند؟ شاید فکر کنید که مرگ دیگران به شما آسیبی نمی زند، اما مرگ آلودگی زیاد ایجاد می کند. در مطالعات اخیری که محققان انجام دادند، متوجه شدند که تنها سالانه در آمریکا 8000 گالن مواد شیمیایی برای ضد عفونی کردن خاک زمین مصرف می کنند. سوزاندن مرده ها هم باعث آلودگی هوا و شیوع بسیاری از بیماری ها می شود. و در پایان ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما اون رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. عالم، آگاه و سرفراز باشید.